سفرعلی نظرف باغپرور است. او 1 هکتار زمین گیلاس را در ناحیه حصار به اجاره گرفته است. سفرعلی میگوید تا پخته رسیدن گیلاس در 1 سال حدود 3,500 سامان خرج می کند. من همی 1 هکتار را 5 لینچه دورو گرفتیم. 5 کیلوی 250 کیلو. این چند پول میشه؟ خیلی من پرمه 155 سامان 1 لینچش. 1 خلطه 155. 5 خلطه همینجا با دورو دادگیم و کربامید بخشبه برای گیلاس کمتر کلان شود نمشه قبیده ایستد. مثال باغبان دهقان بازار با جای یافته نمیتوند. میبریم و محصولات از زوریکتی هم میگیرن. سوداگرو خیلی هم فریب کتی هم میگیرن 1 برابر زیاد میفروشن خلق با. مثال گیلاسی که ما اینجا با میفروشیم 5 سومون بازار با 10 سومون 8 سومون. مثال ما اینجا با میفروشیم 12 سومون. این 12 سومون گیلاس 25 سوم 27 سوم تا 30 سوم بازاری شهر دوشنبه بود. به قول سفرعلی احوال دهقانان در همه خواجگی ها چی باغ پرور و کارتاشکا و پیاز و سبزیکار همین است و طی این چند سال می شود دهقان به بازار راه نمی یابد. این پهنای باغ‌های گیلاس، نوع‌های مختلف گیلاس، ناپلیون، نوع سرخ، سفید، سیاه، همشون به خواجگی‌های ناحیه حصار تعلق دارد که گفته میشد که 1000 هکتار رو در بر میگیرد. اصلا صاحب اصلی این باغ‌ها، این زمین‌ها مرادعلی علی مردانوف میباشد و او به خواجگی‌های ناحیه حصار اجاره داده است و خواجگی‌های این ناحیه به باغبان‌ها اجاره دادند و باغبان‌ها مسئول پرورش و به دست آوردن حاصل این نهال‌ها هستند. اما سوال اساسی این است که حالا ببینید که مسافه این خواجگی‌های ناحیه حصار تا به شهر دوشنبه تقریبا 5-6 کیلومتر است، اما در این حدود وقتی که به بازارهای دوشنبه برده میشد نرخ 1 مرتبه حتی در بعضی حالت‌ها 3 مرتبه و 2 مرتبه زیاد می شود. حکومت شهر دوشنبه به خاطر کاهش نرخ محصولات در بازار تا شروع ماه رمضان با مسئولان بازار دهقان پایتخت یک از بازارهای مرکزی شهر مشورت نمود ولی نتیجه مثبت به بار نآورد. در روزهای اول رمضان نرخ‌ها برعکس گران شدند و ناراضگی ساکنان را به میان آورد. رئیس بازار دهقان و بازار شامنصور برکنار شده 4 روز می شود فضای این بازارها با تدبیرجویی‌های رئیسان نوی آن اندک دیگر شده. نرخ کارتاشکا که به 5 و 6 سامانی برابر بود به 3.5 سامانی کاهش یافته. نرخ گوشت تا به 40 سامان رسیده بود اکنون به 36 سامانی پایین شده است. کارخانه واحد دولتی بازار شامنصور در ماه شریف رمضان اقدام گرفت تمام محصولاتایی که وابسته به مردم است مهیا کردیم به نرخ‌های ارزان. حالا که در 2-3 جای کارخانه یارمارکه تشکیل شد با نرخ ارزان، خود کارخانه اقدام گرفت که همین بارو را خودش از تمام ولایت‌ها جمع آوری کند پیشکش مردم شد. حالا تنها گیلاس پروران نیستند که در روزهای رمضان دسترخوان‌ها را آرام می‌دهند و از محدودیت‌های راه یافتن به بازار شکایت می‌کنند. دهقانان کارتاشکا پرور و پیاز و سبزیکار هم عین همین شکایت را دارند. محمد رسول محمد قولوف طی چند سال است که در یک خواجگی ناحیه رودکی کارتاشکا کاری میکند. میگوید یک گروهی هستند که به سر زمین میآیند و از اینجا با نرخ ارزان خریده به بازار میبرند و 2 مرتبه بیشتر نرخ گذاری نموده سودا میکنند. ها بازار ده همه جایا صاحب دارن. جا ایمن میگه بخیز میگه. بعد اسمش وای صاحبش میگه ایجا بگیر میگه ما سودا میکنیم سر میگه مال ما هوی میکنم میگه. جای من میگه بخیز میگه. تمام. این نرخ‌ها از نرخ‌های همین دوره سال گذشته بلندند. کارشناسان بر این نظرند که فضای بازارهای دوشنبه را مافیایی که از حساب میانجیگران نزد دروازه‌های بازار، کارمندان ماموریت بازارها، ملیسه‌های منطقوی نزد بازارها و برخی از کارمندان حکومت شهر سامان یافته است تعیین و معین می‌کند. این دیگر کردن رئیسان بازارها بار اول نیست. من در این تاریخی در شهر راهبر بودن
ҷаноби убайдуллоев ба хотирам аст ки раисҳо 4-5 маротиба иваз карда шуданд. ҳар 2 сол 3 сол вақте ки мардум шикоят мекунанд ва барои он ки онҳо дар назди мардум исбот кунанд ки роҳбарии онҳо дар бозор хеле пурсамара аст, онҳо раисҳоро дигар мекунанд ва дар байни мардум ҳам як овозаи дарвоза пайдо мешавад ки бибинед ки роҳбарияти шаҳр чӣ гуна роҳбарияти боадолат аст. ана онҳо роҳбаронро дигар карданд, роҳбарони бозорро дигар карданд ва иншоалло анаки нархҳо ба поён мераванд. ва воқеан нархҳо ҳам баъд аз дигар кардани раисони бозорҳо ба поён мераванд, каме ба поён мераванд. каме ба поён мераванд, зеро худи раиси бозор онҷо шарт мегузорад ки нархҳоро паст кунед, набошад аҳволотон бад мешавад. аммо агар ба динамикаи нархҳо дар бозор нигоҳ кунед, нархҳо доим машғули болоравӣ ҳастанд. онҳо фақат болоравиро медонанду халос. сабаб дар он аст ки як нерӯи бузурги мағлубнашаванда дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ки номи он мафияи бозор аст. мафияи бозор аст ва ин мафия истеҳсолкунандаро намегузорад ки ба бозор наздикӣ кунад. мардуме ки тамоман аз кишоварзӣ хабар надоранд. ҳатто тавре тоҷирон و اقتصاددانها میگویند چنین وضع تنها بستگی به بازارهای دوشنبه را ندارد، تقریبا در همه بازارهای کشور همین نحوه فعال است و مخصوصا با فرارسی ماه رمضان نرخ‌ها بالا رفته پس از روزه کاهش نمی‌یابند. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.